مثلا می‌خواستم از باید که اون بحث بازرس، اون شرکت بازرس باید تعیین بشه، مسائل حسابرسیش و این بحث‌ها باید اول مشخص بشه. من احسان خسروی هستم، دارای مدرک دکترای سازه‌های آبی و مدیر فنی شرکت تامین راه. در این فرصت مایلم شرح مختصری در خصوص فعالیت‌های دفتر فنی شرکت تامین راه. شرکت تامین راه با سالها تجربه در اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در حوزه‌های سدسازی، راهسازی، آبرسانی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی فعالیت می‌کند. در این مسیر دفتر فنی به عنوان قلب تپنده پروژه نقش اساسی دارد. وظیفه دفتر فنی تنها محدود به تهیه نقشه‌ها و مستندات نیست، بلکه ما از مرحله طراحی و بررسی اولیه تا کنترل دقیق اجرا و تهیه صورت وضعیت‌ها در کنار تیم اجرایی حضور داریم. مهندسی و طراحی، مترو و برآورد، کنترل مدارک و مستندات فنی، مناقصات و موارد قراردادی و حقوقی و همچنین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه از جمله مسئولیت‌های کلیدی دفتر فنی میباشد. اونچه برای ما در دفتر فنی اهمیت ویژه‌ای داره، دقت، سرعت و شفافیت در فرآیند است. ما تلاش می‌کنیم با استفاده از دانش روز مهندسی و تجربه‌های ارزشمند گذشته، پروژه‌ها را به شکلی بهینه مدیریت کرده و در نهایت طرح‌های ماندگار با کیفیت برای توسعه زیرساخت‌های کشور عزیزمون به ثمر برسونیم. در یک جمله میتوان گفت دفتر فنی شرکت تامین راه حلقه اتصال میان طراحی و اجراست، جایی که ایده ها و نقشه ها به واقعیت تبدیل می شوند.